سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. امیدوارم حالتون خوب باشه. سیستمی که ما اینجا داریم سیستم DCS سیمنس هستش که با نام PCS7 شناخته میشه. توی این سیستم همونطور که مشاهده میکنید از کنترلرهای مخصوص ریداندانت استفاده شده و در واقع نسل جدیدتر همون سیستم رو هم ما اینجا داریم. این سیستم باید بیاد به یک سری سیستم‌های مانیتورینگ هم مرتبط بشه که تحت عنوان سیستم‌های سرور، سیستم EWS و سیستم کلاینت شناخته میشه. اما راجع به خود این سیستم بخوام توضیح بدم، این سیستم یک بخش کنترلر اصلی داره که همونطور که اشاره شد سیستم 400H هستش و اینجا H به معنی سیستم ریداندانته که این مدل کلاسیک H میشه. مدل جدیدترش هم ما اینجا داریم که در حقیقت میشه سیستم 410H که توانایی‌های بیشتری نسبت به سیستم کلاسیک داره و توی این سیستم I/O ها یعنی ورودی ها، خروجی ها و سنسورها متصل میشوند به کارت های مربوط به ریموت I/O که ما اینجا در حقیقت مدل ریموت I/O ET200M رو داریم که خود این هم به صورت ریداندانت هستش. ارتباطات شبکه میتونه مبتنی بر پروفیباس باشه یا مبتنی بر پروفینت باشه که در مدل پروفینت از این سویچ ها استفاده میشه و در مجموع این یک سیستمی است که در بسیاری از صنایع نفت، گاز، پالایشگاه ها، فولاد، صنایع سیمان و جاهایی که اصطلاحاً ما میگیم سیستم های DCS و پروسس اتوماسیون داره استفاده میشه. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، حضار محترم، خیلی خوش آمدید. دیگه حالا به قول معروف خیلی رسمی هم صحبت نکنیم. ما در واقع تو مجموعه قبلا خب تو بحث فکتوری دوره هایی رو اجرا میکردیم ولی بنا به پیشنهاد خانم مهندس کیابی که مدیر برنامه‌های تیم ما هستن و اینکه صحبتشون هم صحبت درستی بود، ما اومدیم سیستم DCS رو هم اضافه کردیم به کارهای خودمون. البته خب ما از قبل بالاخره با این سیستم سر و کار داشتیم و از قدیم من یادمه مثلا شاید در حدود 12-13 سال پیش من اولین دوره DCS رو اون موقع برای فولاد خوزستان اجرا کردم. چند کلاسی بودش. ما تا خب دیگه بعدش بیشتر کار DCS رو صورت حالا پروژه محور و مشاوره و رفع اشکال و اینا کار میکردیم. یعنی میرفتیم تو صنایع برای تدریس، دیگه اونا بچه‌ها نمیگفتن آقا این فکتوری DCS، هر جا ما رو گیر می آوردن میگفتن آقا ما اینجا بیا این مشکلی داریم، مثلا این اچ کار نمیکنه، اونجا مانیتورینگش قطعه، اینجا فلان نشه. دیگه ما درگیر بودیم با این داستان، ولی اینکه بیاریمش و واقعا تو مجموعه خودمونم تجهیزاتش رو بیاریم، این بنا به پیشنهاد خانم مهندس بودش و من دیدم پیشنهاد درستیه و پذیرفتم و در حقیقت این کار ما انجام دادیم و گفتیم خب حالا که قراره سیستم رو بیاریم بذارید کامل بیاریم و برای این طول کشید تا رونمایی بکنیم. بلا فکر می‌کنم الان 2 سالی هست که ما اینو تجهیزات رو داریم، ولی من تأکیدم روی این بود که باید همه چیز باشه. مثلا آقا اسکالانس باید باشه، نمیدونم فیبر نوری که فرض کن OLM در پروفیباس باید باشه، فلان CPU اگر ما داریم مثلا میگیم سیستم H 4H یا 5H، خب نسل جدیدترش هم اومده 410، من گفتم حتما این باید باشه و این باعث شد که مقدار طول بکشه تا ما تجهیزاتمون کامل بشه، ولی خدا رو شکر الان تجهیزات خیلی کامله و همونطور که شما
مشاهده کردین و بازدید کردید همه نکات سخت افزاری و نرم افزاری دیده شده. یعنی فقط بحث سخت افزار هم نیست، بحث سیستم‌های نرم افزاریمون هم کامل کردیم، بحث OS هامون، کلاینت، سرور ریداندانت، انجینیرینگ استیشن و نکات دیگه همه دیده شده. و این جلسه هم که در خدمت شما هستیم برای اعلام رسمی همین موضوع هستش که ما به دوستان اعلام بکنیم که این سیستم DCS و آموزش‌های مرتبط با این موضوع و همینطور بحث اجرای پروژه‌های مرتبط با DCS و تأمین به قول معروف قطعات و تجهیزات رو مجموعه ما میتونه انجام بده. یعنی فقط بحث آموزش نیست، ما بحث پروژه داریم، ما در پروژه ها میتونیم به شما کمک بکنیم، چه در قالب مشاوره، چه در قالب اجرا، چه در حالا قالب‌های دیگر. در بحث تأمین تجهیزات میتونیم به شما کمک بکنیم، مشاوره بدیم و تجهیزاتی که شما نیاز دارید رو تأمین بکنیم. در بحث آموزش به همین ترتیب ممکنه نیروها در حقیقت نیاز به آموزش داشته باشن. خب شما میدونید، من یادم رفته بودم اوایل اولین جایی که برای تدریس رفتم تو کارخونجات سال 87، فکر کنم 15 سال پیش میشه، در شرکت ملی حفاری ایران دفتری داشت در اهواز. اینا سیستمشون از قدیم انگلیسی بود، میدونید دیگه، نفت و گاز و فلان اینها و حفاری سیستم ها قدیم انگلیسی بود، یعنی تفکرات اونجا. یه جمله من دیدم توی مرکز آموزششون نوشته بود، خیلی جالب بود. نوشته بود که نکات به اصطلاح مرتبط با آموزش: 1. همه افراد آموزش پذیرن. 2. آموزش امری مستمر است. و چند مورد دیگه هم داشت. این خیلی مهمه. ما گاهی اوقات فکر میکنیم آموزش یه چیزیه، خب آقا من اومدم اینو یاد گرفتم تموم شد رفت. نه، آموزش مستمر، نیروها باید دائما آموزش ببینن و همونطور که گفته شد همه افراد هم آموزش پذیرن. بنابراین قطعا این خدمات آموزشی میتونه کمک بکنه به صنایع و شرکت ها که زمان توقفات رو کم بکنه، خسارات رو کم بکنه. باز من یادمه در یک جلسه‌ای بود، آموزش PLC بود، ما اومدیم فورس رو گفتیم. شما میدونید در سیستم 300 و 400 اگر چنانچه فرض کنید 3 تا 4 تا متغیر فورس شده باشه، بعد میخوای یکیش از فورس در بیاری، خیلی باید دقت بکنی، یه قلق خاصی داره. ما اون قلقه رو اونجا آموزش دادیم. یکی از بچه‌ها گفت آقا من پتروشیمی هستم، ما اینو نمیدونستیم، هفته گذشته یا نمیدونم سال گذشته سر همین مسئله شاتدان خوردیم و چند میلیارد ضرر کردیم. در صورتی که پولی که اون افراد بابت اون کلاس داده بودن چقدر بود؟ واقعا به 10 میلیون هم شاید نمیرسید اون زمان، البته چند سال پیش. ولی خب میتونه از یک ضرر میلیاردی جلوگیری بکنه. پس آموزش رو ما در واقع نباید دست کم بگیریم. همچنین مجموعه ما این آمادگی رو داره که خطوط تولید شما رو بازدید بکنه. چون گاهی اوقات به ما میگن آقا ما این خط اجرا شده، پروژه اجرا شده، نمیدونیم درست اجرا شده، مشکلاتش چیه، فقط هر از گاهی میبینیم شاتدان میده یا مشکلی داره برای ما ایجاد میکنه. ما این آمادگی رو داریم که بیایم بازدید بکنیم، آنالیز بکنیم و به شما راه حل بدیم. بگیم آقا این سیستم شما این اشکالات رو داره و راه حلاش اینه، حالا دوست داشتید با ما اجرا کنید یا با کسی دیگه، اون بر عهده خودتون. ولی این بحث آنالیز رو هم ما میتونیم برای صنایع انجام بدیم.